بریم که رینگ وسن بندازیم روی پارس مدل 85 اون. تو قسمت قبلی ماشین رو پنوماتیک کردیم ولی با رینگ 5 پر اون رخی که می‌خواستم و نمیداد. پس بریم برای 40 میلیون هزینه دیگه. رینگ وسن چرخشی سایز 16 خریدم که هیچ موقع قدیمی نمیشه. 4 حلقه لاستیک برند هایلو گرفتم که با وجود فاق 45 و عرض 195 هم رخ خوبی میده، هم سواریش به شدت نرمه. خلاصه که لاستیک اومد روی رینگ و بالانسش هم انجام شد و رفتیم برای نصب. رینگ و لاستیکو از خسروی تایر گرفتم که پیجشو براتون توی کپشن گذاشتم. هر مدل رینگی که فکرشو بکنی و میتونی از سایت خسروی تایر با قیمت خیلی خوب خرید کنی. کار ماشین منم تموم شد و از این زاویه و با این ارتفاع شاید فکر کنی زیادم مالی نشد، اما فقط کافیه ارتفاع جلو و عقب ماشین رو تخلیه کنیم و کف خواب بشه تا با این شاهکار روبرو بشیم. اونایی که نمیدونن این ماشین مدلش 85 و موقعی که گرفتمش داغون و ترکیده بود. خودم 0 تا 100 بازسازیش کردم و 3 ماه تموم طول کشید تا تبدیلش کردم به این عروسک. بدنشو دورنگ کردم، داخلشو از داشبورد قدیم تبدیل کردم به داشبورد سوناتایی، پنوماتیک انداختم و رینگم که الان اضافه شد. از حالا میخوایم بریم سراغ تقویت فنی. برای دیدن ادامه داستان این ماشین بزرگترین پیج ماشینی ایرانو فالو کن.